سلام. امروز اومدم با آموزش لاکشل مرواریدی که قرار خودمون به شکل مرواریدی درش بیاریم. بچه ها همینطور که میبینید لاکشل مرواریدی صافه و هیچ شکلی نداره. ما با داتینگ صورتی که یکم از داتینگ ریز درشتره اون رو به صورت دورانی یا دایره‌ای انجامش میدیم و یک لاکشل مرواریدی تحویل میگیریم. به همین صورت قشنگ و زیبا. تا آخر ویدیو همراهمون باشید. یه نکته ریز و مهمی که باید به شما بگم اینه که وقتی انگشت اولی رو انجام دادیم انگشت‌های بعدی رو سریع‌تر باید انجام بدیم. دلیلش هم اینه که وقتی لاک رو ما میزنیم لاک سطحش کم کم صاف میشه چون خشک نیست و اینکه ما باید سریع‌تر اون دایره یا رو انجام بدیم که لاک قبلی که زدیم دایره هایی که انجام داده بودیم اونا صاف نشن. به همین دلیل یکم باید سرعت عملمون تو این مورد بیشتر باشه.